هذا النور شفاء صدور فاض وعطر كل. السلام علیکم دوستان عزیز من. سبحان الله، زیاد انسان هایی هستند که چنین مصیبت بالایشان نآید از جای نمیخیزند و دعای نمیکنند. یک دوست اسلامی هم به من زندگی خود نقل کرد. دخترش 16 ساله بود، از 16 سالگی وفات میکند و به من گفت دخترم از دین با خبر نبود، نه خدای خود میشناخت، نه کتاب الله میشناخت و نه نماز خوانده بود و نه آیت میدونست. سبحان الله. دوست اسلامی ما میگفت که این دختر من تنها حافظه های میشناخت و با کدام کنسرتی که میشد دخترم در آنجا حاضر میشد و من میگفتم که وقتش بیاید نمازخانه به آن یاد میدهم. لیک فهمیدم که این اجل پروایی نداشته است، این اجل وقت نداشته است. این اجل کدام وقتی که الله معین کرده باشد همان وقت اجل می آید به پیشت. الحال این دوست ما پشیمون شده است که به دخترش نماز و کتاب الله و آیت های قرآن را یاد نداده است. دوستان عزیزم، شما کوشش کنید که از کودکی به دل پسرانتان یا دخترانتان عشق الله جا شود، نه اینکه عشق حافظه ها. دوستان عزیزم، از ته دل برای این دوست اسلامیمون دعا کنید که خداوند ببخشدش، چون دخترش را نه نماز و نه کتاب و نه عشق الله را نشان داده است. دعاهایی که از صدق دل می باشد خداوند قبول می کند. انشاءالله که ما هم دعاگوی همه شما می باشیم دوستان اسلامی هم. و بعدا خداوند نگهبان همه شما باشد. و شخصانی که می خواهند این خیلی قصه ها گوش کند پس به شبکه یوتیوب داخل شده و پای صوفی زاده نویسد و بعدا به کانال ما داخل شده ابونه شوند و یا اینکه سلک کانال ما در افسان ویدیو می باشد حتما داخل شده ابونه شوید. خیر تا ویدیو آینده.